بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران امروز انشاءالله در درس اخلاق درباره راست گفتن و فایده های راست قولی و باید یک انسان عاقل و مؤمن از دروغ دور باشد صحبت میکنیم. پیش از شروع کردن در این موضوع مؤلف حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را میآورند که پیامبر میگویند علیکم بالصدق فإن الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنه و ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقا و ایاکم والکذب فإن الکذب یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار و ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما بر خود راستگویی را انتخاب کنید. اخلاق شما باید راستگویی باشد، چون راستگویی انسان را هدایت میکند به نکوکاری، عملهای صالح، و عملهای صالح باشد انسان را میبرد به جنت. و یک مرد راستگو میشود تا اینکه با راست گفتن در نزد الله راستگو شناخته شود، یعنی نوشته شود در نزد الله راستگو شناخته شود. و شمایان دور باشید از دروغ، چون دروغ شما را به گناه میبرد و گناه شما را به دوزخ میکشاند. و یک مرد وقتی دروغ میگوید در نزد الله دروغگو نوشته میشود یا شناخته میشود. و ابو حاتم میگویند بدانید که خداوند زبان را در جسم ما از بالاترین اعضای بدن قرار داد و همین زبان ما هست که با نطق کردن کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله در نزد پروردگار درجه بالا میگیرد و مؤمن حساب می شود. پس یک انسان مؤمن نباید این جسم خود را یا این اعضای بدنی که اینقدر بالای دیگر اعضای بدنش قدر و قیمت دارد به دروغ گفتن عادت نکناند، چون زبان از مخلوق هست یا زبان چیزی هست که وقتی او را به دروغ گفتن عادت کنانیدی او به دروغ گفتن عادت میکند و وقتی او را به راست گفتن عادت کنانیدی او به راست گفتن عادت میکند. و از دروغ گفتن یا آفتهای دروغ گفتن همین بسنده هست که کسی دروغگو را دوست نمی‌دارد، و بعضی از علما بودند که میگفتند به فرزند من ای استاد همان گونه که قرآن آموختن را یاد میدهی قرآن راست گفتن را هم یاد بده. و وقتی درباره دروغ گپ میزنیم و وقتی درباره راست گپ میزنیم ببینید که سر اکثریت جنگ و جنجال ها، مشکلی ها و این چنین از باوری برآمدن و اصلا در نزد مردم صاحب قدر و قیمت نشدن، این همان یک دروغ هست که از زبان میبراید. پس انسان عاقل همیشه خود را باید مجبور سازد، چون شیطان در مسئله دروغ گفتن خیلی وسواس است، خیلی خصوصا در شوخی ها کمی بعد انشاءالله میخوانیم در مسئله های سخن به سخن چسبیدن و چقچق ها دروغ های را به زبان می آورد که بیخبر هستید و دروغ میگویید و وای که وقتی آن دروغ آشکار شد انسان دیگر قدر و قیمت خود را، شأن و شرف خود را از دست میدهد. و اینجا از حضرت عمر حدیث می آورند یا از ابن عمر ببخشید که حدیث در صحیح هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نشانه های منافق این 3 تا هست. اگر صحبت کرد دروغ میگوید، وقتی وعده داد به وعده هایش خلاف میکند و این چنین وقتی امانت را داده خیانت میکند. پس دروغگویان آنهایی که دروغ میگویند چی حتی در مسئله کودک باشد، چون در ما حدیث است وقتی زن کودکی خود را در نزد پیامبر میگوید اینجا بیا شیرینی میدهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر آمد میدهی، او میگوید آره، پیامبر میگویند اگر ندادی تو دروغگو میشوی. سبحان الله. و دروغ
در اسلام از گناه‌های عادی نیست که از کودکی بعضا با دروغ عادت میکنیم، بعضا دروغ را یک چیز عادی، یک جزء از صحبت خود میشماریم، در حالی که دروغ از گناه‌های کبیره هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن این نشانه منافقی است. منافقی که قدر او و هیئت او از کافر هم حتی پایانتر است. دروغ از نشانه های انسانی کافر می باشد. در دوامش مؤلف می گویند هر چیزی که انسان را زیبا می کند آسان است و جز زبان. با زبان انسان خیلی زیبا می شود، ولی زبان را به راست گفتن عادت کنانیدن و زبان را در حقیقت آرایش خود قرار دیدن کار آسان نیست و انسان راستگو با راست گفتنش نجات می یابد، موفق می شود، برعکس انسان دروغگو که دروغگوییش او را زیر پا می کند. و هر کسی که در راست گفتن زبان را عادت کنانید و در بین مردم اگرچه در وقت ترس باشد، اگرچه در حالتهای خجالتی باشد، راست گفت، خواه و ناخواه مردم او را امیر خود قرار می دهند. یعنی انسان راستگو اگر خودش نخواهد هم، انسان راستگو اگر طلب آبرو و طلب امیری نباشد هم، وقتی تو راستگو هستی و مردم راستگویی تو را کشف کردند و اثبات شد، خواهی ناخواه تو تاج سر مردم میشوی، امیر مردم میشوی. و برعکس این هر کسی که دروغ گفت اگرچه خوبی های زیاد داشته باشد، اولا خود را اهانت کرده است، چون با دروغ گفتن تمام خوبی ها رو مردم فراموش میکنند. فلانی خیلی انسانی خوب است، آره، ولی دروغگو هست. و سبحان الله خلاق که پروردگار یگانه محبت راستگویی را در قلب تمام مخلوقاتش جای کرده است. حتی حیوان هم انسان دروغگو را بد میبیند، حتی حیوان هم و حتی کافر هم. دروغگو خودش هم دروغ را بد میبیند. یعنی کسی را در دنیا پیدا نمی کنید که دروغگویی را دوست بدارد و از این چیز همچون یک چیزی عادی گذر کند. نه، انسانی که دروغ میگویی در کدام حالت نباشد هم بدان که اهانتی که الان کرده استاده‌ای به طرف مقابل نه به خودت هست. چون این رحمت الله هست که ما دروغ ها را زیاد فراموش میکنیم، اما گوینده با دروغ گفته خود اگرچه چی گفت در خاطر ما نباشد هم، اما بار دروغ گفته بود گویان در ذهن ها نقش میبندد و میگویند انسان دروغگو به جز خودت به کسی اهانت نمی کنی و هر وقت که دروغ گفتی به یاد آر که این عزتی که خداوند به تو داده است چرا زیر پا کرده ایستاده ای، چرا اینقدر خود را بی‌قدر میکنی. و از دروغ این است که انسانی دروغگو در نزد تمام مردم چه خرد و چه کلان هیچ قدر و قیمتی ندارند. مادری که دروغ میگوید، سبحان الله، ببینید که مادر را خداوند در قرآن پس از عبادت خودش مادر و پدر را می آورد و احترام پدر و مادر واجب است و مادر بجز مادر بودن بهترین مربیه برای فرزند است. اولین استاد هر یکی ما و شما مادر و پدر هستند، اگر داشته باشیم خداوند نصیبمون کرده باشد. ولی وقتی مادر دروغ میگوید و یا وقتی پدر دروغ میگوید، فرزند این کسب حرام را یا گفتیم این اخلاق رذیله را برای خود یک چیز عادی میگیرد و پس از مدتی از بزرگ شدن دیگر به آنها باور ندارد، میگوید باز این دروغ میگوید. برای همین مادر خصوصا در مسئله وعده هایی که به فرزند میدهد، در مسئله چی جزا و چی مکافات باید در قول خود بایستد. اگر یکی ایستاده نتوانست سببش را بگوید، یعنی پناه به الله که در نزد فرزند خود دروغگو حسابیده شوی و فرزندت با دروغ تو را شناسد و دیگر تمام قدر و قیمت خود را از دست دهی. عیناً همین گونه بین زن و شوهر. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگانه در مسئله تعریف کردن که بعضن
چون مجلس زنانه هست، من زیاد با سخن خواهرها به شما مراجعت میکنم. خواهران عزیز، بعضا شیطان از این راه بین زن و شوهر داخل می شود. شما عادی در صحبت هستید، شوهر به شما میگه مرا دوست میداری یا نه، یا مثلا زن برعکس، زن خودش میداند که اینقدر حسن و جمال زیبا ندارد، میگوید من زیبا هستم یا زنی فلانی. یعنی این راهی در آمد شیطان است، از بیکاری سرخوری نبو، از بیکاری در دام شیطان افتیدن و خانه آرام خود را ناآرام کردن. در این حالت ها پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه میدهند که اگرچه زنی خیلی زشت و بد صفت داشته باشه هم به خاطر بدامی شیطان افتیدن و خانه را به جنگل تبدیل ندادن، آره تو خیلی زیبا هستی، از زنی فلانی زیبا هستی گفتن. یا مرد هم اگرچه انسانی خوب نباشد، فقط به خاطر اینکه الان دارد شعله آتش جنگ در خانه فروزان می شود و خشم و غضب شاید به طلاق ببرد، زن می تواند بگوید انسان خوب است، در حقیقت شما را دوست می دارم. یعنی به خاطر جنگ نشدن. وگرنه در غیر این حالت، یعنی در غیر تعریف کردن، جای رفتی نرفتم، پولی رو گرفتی نگرفتم، در دیگر کار بودی من در این کار بودم. علل خصوص برادرانی که زن دوم یا سوم دارند که اکثریت زندگی بسیار زنگی خود را با دروغ میبرند. بیمار نبود، فرزندشان میگویند فرزندم بیمار بود، در نزد آن بودم، در نزد دیگر یعنی عائله دیگر بودن، یگان بهانه دیگر کتی گپ دروغ میزنند. این دروغ ها جمع می شود، هم در نزد همان همسرت تو را شرمنده می سازد، هم در نزد الله. یعنی مرد نباید دروغ بگوید، حتی به سرش شمشیر آید، مگر در حالتهایی که پیامبر اجازه دادن. یکی از آن این است که اگرچه ارزنده نباشد هم همسرت را با دروغ تعریف میکنی، تا اینکه چه خیلی گفتم در راهی داخل شدن شیطان و جنگ و جنجال شروع شدن، این جنگ ها از بین رود. اما در غیر این وقتی دروغ میگویی، یعنی یک بار است، دو بار است، خواه و ناخواه دروغ آشکار می شود و قدر و قیمت تو در نزد همسرت، در نزد فرزندها از بین می رود. و اینجا می گویند برای ترک کردن دروغ همین بسنده است که انسان دروغگو خیلی بی آبرو هست. و خداوند در وجدان من و شما، در سرشت من و شما کاشته است دوست داشتن جوانمردی را، دوست داشتن احترام را. وقتی دروغ گفتیم در نزد یگان انسان حتی نزدیکترین خود قدر و قیمت نداریم. و در دوامش میگویند وقتی ما میگوییم راستگویی و راستگو را همه دوست میدارند و راستگویی عیبها را پنهان میکند، چگونه که دروغ خوبی ها را پنهان میکند، این معنای آن را ندارد که هرچی شنیدی راست است و بگویی. این معنای آن را ندارد که راست هایی که خانوادت را یا دیگران را خیلی از تو دور میکند بگویی. در این مسئله اگرچه در کتاب این قصه نیست، قصه زنی هست که شوهرش به نزد حضرت عمر شکایت میکند و میگوید که همسرم مرا دوست نمی‌دارد و من میخواهم از او جدا شوم. حضرت عمر میگویند از کجا فهمیدی؟ مرد میگوید خودی زن به من گفت، یعنی خود همسرم گفت. سپس حضرت عمر احضار میکنند هم زن را هم شوهر را و به زن میگویند چرا گفتی به شوهرت که من تو را دوست نمی‌دارم؟ زن میگوید او مرا قسم داد که به الله تو را قسم میدیم آیا مرا دوست میداری یا نه، و من هم نخواستم قسمی دروغ خورم و گفتم تو را دوست نمیدارم. در این وقت حضرت عمر میگن چرا این را میکنی؟ آیا تمام خانه ها با عشق برپا هست؟ یعنی حتما باید در همه خانه زن و شوهر به همدیگر عاشق باشند و خیلی دوست دارند؟ نه، این گونه نیست. یعنی خانه هایی هست که بر اثر فقط به همدیگر رحم کردن یا گفتیم مراعات فرزندان رو دانستن یا گفتیم از هم جدا شدیم از این هم روزی بدتر میبینیم گفتن اگرچه عشق نیست همدیگر فهمی هست و خانه ها برجا هستن. یعنی نباید این رو میگفتی اگرچه دروغ باشد. پس نگاه کنید، بعضا من راستش رو گفته استادم گویان، من راست گویم گویان، نباید هرچی راست است شما بگوید و آن طرف از شما برنجد. بعضی راست های هست که باید به خاطر جنگ و جنجال نشدن یا به خاطر دل کسی را نرنجانیدن آن را باید
پنهان کنیم و این چونین بعضی راست‌های هست که از گفتنش نگفتنش بهتر است. یعنی گوینده باید عقل خود را به کار ماند و بداند که آیا اگر چی راست است سخنی که میگوید فایده دارد یا ندارد. و اینجا سخن حضرت عیسی را می آورند که حضرت عیسی میگویند خوش به حال آنه که خزن لسانه، زبان خود را مخزن کرد. معنای مخزن این است که قلف و کلید کرد. و خوش به حال آنه که به خطاگی های خود گریه می کند. یعنی خوشا به حال تو ای زن یا ای مرد که وقتی گناهایت را به خاطر می آری از ترس اینکه در نزد الله چقدر انسان شرمنده هستی گریه می کنی، نه اینکه با خوشی ها به یاد می آوری. و خوش به حال آنه که همان گونه که پول و مال خود را قلف و کلید می زند زبان خود را هم قلف و کلید می کند. و در دوامش می گویند از بنی اشجع یا از قبیله با نام اشجع مرد بود که همه با راستی می شناختند. پیرمرد بود و او در زمان حجاج ظالم زندگی کرده بود و حجاج هر کسی که با او یا به امیر بودن او بیعت نمی کرد او را گردن می زد. بار مردم می گویند اینجا یک مرد هست از قبیله اشجع که اصلا دروغ نمی گوید و امروز نزد تو می آید و حتما دروغ می گوید، چون می گویند او 2 فرزند دارد که آن 2 فرزند او نزد تو سرخم نکردند. اگر او جای فرزندان خود را گوید تو آنها را سر میزنی و او دروغ میگوید. سپس میگویند آن پیرمردی میانش خم را نزد حجاج می آورند و حجاج به او میگوید 2 پسر تو در کجاست؟ پیرمرد میگوید آنجا در درون خانه ام. یعنی تماما نترسیده دروغ نمیگوید و میگوید همینجا در داخل خانه ام. بعد میگوید حجاج از با آن همه ظلم و ستمی که داشت با این راست گفتن خیلی و خیلی این مرد را عزت میکند، با او لباس میپوشاند و میگوید به این مرد راستگو خوب بکنید. سپس میگویند ببین بعضا ما از ترس دروغ میگوییم، از ترس پیامدهایی که اگر راستش را گفتم جنگ و جنجال میشود، اگر راستش را گفتم خجالت میشوم، اگر راستش را گفتم آبرویم میرود. ولی آن دروغی که ما گفتیم امروز نه فردا وقتی آشکار می شود 100 بار شرمنده تر می شویم، 100 بار بی آبروتر می شویم. از اینکه راست گوییم و یک بار سرخ شویم، یک بار خجالت شویم، بهتر است از اینکه دروغ گوییم و تمام عمر بترسیم که یکی آن دروغ هم آشکار شود و همیشه در هراس باشیم. زن و مردی که حتی کودکی که دروغ میگوید او یک عذاب وجدان دارد و الکذب و ریبه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم و صدق و طمأنینه، راست گفتن آرامش است. اگرچه با راست گفتن تو با بعضی از مشکلی ها دچار میشوی، یک آرامش قلبی پیدا میکنی، اما دروغ گفتن اگرچه تو را نجات میدهد بعضن، اگرچه خلاص میشوی یک دلسیاگی، یک غش، یک چیزی که همیشه از آن هراس داری در قلب تو پیدا میکند. و چون ترس اساس دروغ است، سبب اساسی دروغ گفتن بعضی ها از کودکان زیادتر از بزرگ ها هم سبب دروغ ترس است. بیایید ترس ها رو بشکنیم، بیایید ترس ها رو بشکنیم. وقتی گفتید علاج نیست پس دروغ نه، یگان توریه یعنی گپ رو با یگان روی راه دیگرش بگویید، اما بر علا دروغ گفته از مسئله خلاص شدن چه خیلی گفتم هم در نزد پروردگار با بی آبرو می شویم، هم در نزد خلق پروردگار یگانه. و در دوامش میگویند صدق راست گفتن هم در دنیا هم در آخرت آبروی تو را بالا میکند. در دنیا و آخرت سرت بالا هست. نترس، همیشه راستگو باش، از دروغ همیشه خود را دور کن، نگذار که هم در نزد وجدانت هم در نزد دیگران سرخم باشی. برعکس این که دروغ در 2 حالت در دنیا و آخرت سر تو را خم میکند و شرمنده میشوی. و در دوامش میگویند کسی که راست میگوید مردم او را همیشه تعریفش میکنند
و عجیبش این است که حتی دروغ گوید هم مردم قبول میکنند. یعنی راستگویی اینقدر تو رو به باوری مردم می‌درآورد که حتی تو دروغ گویی هم مردم باور میکنند. برای همین راستگویی را اگرچه تلخ است، سخت است، حالت‌هایی هست که راستگویی کمری تو رو میشکند، لیکن راستگویی را برای خود اخلاق همیشه، صفتی که از تو اصلا جدا نمیشود بگیر. و اما دروغ باشد مصیبتی هست که انسانی دروغگو اگر راست گوید هم از او چیزی رو قبول نمی کنند و با کسی که با یک دروغش از باوری مردم بیرون شد، دیگر آن باوری رو به جای آوردن محال است. با بعضی ها میگی من به گردن میگیرم، اشتباه کردم، دروغ گفتم، ولی هر باری که چیزی رو از تو میشنود او میگوید ولی این بار دروغ گفته بود. یکی دروغ نگوید، یکی این بار هم دروغ نگفته استاده باشد. پس چه فرزندی، چه همسری، چه دوستی با راست گفتن یگانه، با راهی راست گفتن یگانه با همین راه میتوانیم و باوری هم دیگر درآییم. و زنهایی که میگویند شوهرم به من باور ندارد، شاید بعضی دروغ‌های آشکار و نهان دارد. مردهایی هم که میگوید زنی من به من باور ندارد، شاید زنش چندین بار شاهد دروغ او شد. و در قلب و وجدان کودک هم باید جای کنیم که از من نترس. اگر زنم یکتا میزنم، اگر محرومت کنم از چیز محروم میکنم، ولی در باوری من بودن تو این از اولین هدفهای تو باشد. و در دوامش میگویند ایمان، اینجا از آثار عمر ابن خطاب را می آورند که میگویند یک بنده حقیقت ایمان را به دست نمی آورد تا زمانی که کشمکشی و بحث مناظره را اگرچه او حق باشد هم ترک کند و اگرچه شوخی باشد هم دروغ را ترک کند. یعنی زمان تو صاحب ایمان حقیقی هستی که از بحث و مناظره ها اگرچه میدانی تو برنده اش هستی، تو حقگو هستی، ترکش کنی به خاطر اینکه اختلاف زیاد نشود. و این چنین زمان تو صاحب ایمان حقیقی میشوی که دروغ را ترک کردی. و میگویند انسان عاقل زبان خود را عادت میکناند به راست گفتن و حرکت میکند زیاد سخن نکند، چون زیاد سخن کردن تو را از پای می افتاند و یک دروغ به آن داخل می شود. و با زبانت، با دروغت انسانها را وقتی مجروح میکنی، قلبهای آنها را میشکنی، دیگر ملهمی نیست که آن جراحت ها، آن شکسته ها را پیوست کند. و با یک دروغ گفتن علاقه های چندین ساله را تو زیر پا میکنی. با یک دروغ گفتن تو میتوانی به یک نفری که سالها به تو اعتماد داشت خاک بچاشی و او را همچون یک احمق قرار دهی. پس وقتی که دروغ میگوییم، چرا انسان اینقدر دروغ را بد میبیند؟ چون روی راست به یک نفر دروغ میگویی، تو او را یک احمق شناخته ایستاده ای که به سخن من باور میکند. ولی این وعده الله است و این حدیث پیامبر است که انسان دروغگو وقتی در نزد الله دروغگو شناخته شد، دیگر او صاحب آبرو نمی شود. شاید وزمینترین حالت‌هایی هست که میگوییم نه دروغ نگویم علاج نیست، ولی سکوت اولاتر است. یعنی چی می شود یک زن یا یک مرد بگوید من اگر راستش را گفتم مشکلی می شود، من صحبت نمی کنم، من ساکت میمانم. این جرأت میخواهد که انا این جرأت را ما نداریم. و حتی انسان هایی که با دروغ گفتن خودشان میدانند که بجز آبروریزی چیزی دیگری نیست، زبان خود را به دروغ عادت میکنند. و وقتی فرزندها این را دید، دروغ را یک خصلت عادی میحسابد و انسان دروغگو وقتی در نزد پروردگار عزتی ندارد، اصلا به باوری کسی داخل شده نمیتواند. و خیلی اینجا جملات خوشرو بود که چی بسا عیب‌هایی هست که راستگویی آن را پنهان میکند، چقدر خوبی‌هایی هست که دروغ همه آن را محو میکند و از بین میبرد.
خداوند من و شما را از جمله صادقین و صدیقین قرار دهد. در همه جا با سر بلند راست بگوییم. امروز اگر چه سرخ میشوید، شرم میکنید، فردا سرتان بالا هست، ولی فقط همین 3 حالت است که پیامبر اجازه دادن. چه خیلی گفتم، یک حالتش وقتی که در مسئله تعریف به خاطر جنگ و جنجال نشدن بدبو باشدم تو خوشبو هستی میگویی، چرکین باشدم میگویی تازه هستی، قد پست باشد هم میگویی برای من قد تو مناسب است، یعنی بین زن و شوهر. و حالت دوم برای ضربه زدن به دشمن که شما گویا که سلاح ندارید یا قوت ندارید به او وانمود میکنید، در حالی که در عقب سلاح های زیاد دارید. سیوم حالتش 2 نفری با هم جنگ و قهری را که جنگ کردن و قهری بودن حرام است بین مسلمان ها، بین خویش و تبار، برای آشتی کردن می توانید با بعضی آن هم از حد و از حد اکنون دروغ نباشد که او هم پشیمان است، او با شما بدی نمی خواهد، او آشتی شدن می خواهد، گویان 2 قهری را آشتی کنیم. در غیر این اگر شمشیر به سر مانند هم باید انسان در راستگویی بایستد و توکل به الله کند که خداوند جانب راستگویان را میگیرد. این بود صحبت امروزه در مسئله اخلاق. الله نصیب کرده باشد درباره حیا و شرم درس آینده با هم صحبت میکنیم.